ما توی زمین طوفان‌ها و گردبادهای بزرگی داریم، ولی اینها در مقایسه با اون طوفان‌هایی که در سیارات بزرگ غول‌های گازی وجود دارن خیلی جوجن، بیشتر به یک نسیم شبیه هستن. در منظومه شمسی روی غول‌های گازی طوفان‌های مشهوری داریم مثل لکه تاریک نپتون، مثل گردباد قطبی زحل، یا طوفان‌هایی که در زیر سطح به ظاهر آرام متان اورانوس وجود داره، یا مشهورترینشون همون لکه بزرگ مشتری. این طوفان‌ها یک سری شباهت‌هایی با طوفان‌های زمین دارن و یک سری تفاوت‌هایی هم دارن. یکی از تفاوت‌هاشون همین مقیاسشونه، اندازه‌شون خیلی بزرگه. مثلا طوفان مشتری در دوران اوجش در حد 3 برابر پهنای زمین بود، یا مثلا پهنای تندباد قطبی زحل حدود 29000 کیلومتره که مقایسه کنید با پهنای زمین که 12700 کیلومتره، متوجه میشین که اونم خیلی بزرگه. همچنین از نظر سرعت باد خیلی مقیاس‌ها بالاه. سریع‌ترین بادهایی که توی منظومه ثبت شده مال طوفان لکه تاریک نپتون بوده و بادهای این طوفان میتونه تا 2100 کیلومتر بر ثانیه سرعت بگیره. محققان میگن معماهای زیادی راجع به این طوفان‌ها وجود داره. برای اینکه این طوفان‌ها رو بفهمیم باید بریم و اول طوفان‌های روی خود زمین رو بهتر بفهمیم. یک سری مکانیزم‌های مشابهی بین اینها و طوفان‌های روی زمین وجود داره. یکی از مکانیزم‌هایی که هر دوی اینها رو شکل میده مکانیسم همرفت یا کانوکشن هست. همرفت به معنای این هست که وقتی یک گازی دماش زیاد میشه و داغ میشه، چگالیش کم میشه، در نتیجه سبک میشه و رو به بالا حرکت میکنه. وقتی یک گازی دماش کم بشه، چگالیش زیاد میشه چون فشرده تر میشه و در نتیجه سنگین‌تر میشه و رو به پایین حرکت میکنه. این فرآیند میتونه حالت چرخه‌ای به خودش بگیره که بهش میگیم چرخه همرفت. بعضی از مواد میتونن کمک کنن به این چرخه همرفت. اگر دمای چگالش و تبخیرشون تنظیم بشه با همرفت، میتونن بیان و تبخیر بشن و بعد در بالا چگالش پیدا بکنن و این چرخه رو تقویت کنن. اون ماده‌ای که میاد روی زمین و چرخه همرفت رو تقویت میکنه آب هست. مثلا آب اقیانوس ها میتونه بیاد در اثر نور خورشید گرم بشه و اون وقت هوایی که داره میره بالا یک هوای مرطوب داغ هست. این میاد وارد اون چرخه همرفت میشه و بعد آب با این میاد بالا و اون بالا که هوا سرد میشه آب چگالش پیدا میکنه و تشکیل ابر میده و میتونه بباره و بیاد پایین و این چرخه رو کامل کنه. به این ترتیب آب کمک میکنه که یک سلول همرفتی عمودی روی اقیانوس شکل بگیره. منبع انرژی این چرخش ها نور خورشید هست که هم آب رو و هم هوا رو داره گرم میکنه. به این ترتیب اگر مثلا یک تندباد یا گردبادی روی زمین بیاد و بره روی آبهای سرد، منبع انرژیشو آروم آروم از دست میده و ضعیف‌تر میشه. به همین ترتیب اگه یه دونه از این طوفان‌ها بیاد روی سطح خشکی، حالا منبع آبش رو از دست میده و باز ضعیف‌تر میشه و ممکنه از بین بره. قوی‌ترین طوفان‌ها روی زمین طوفان‌های فشار پایین هستن. یعنی طوفان‌هایی هستن که هسته پایین گردبادی که وجود داره هوا رو به سمت داخل میکشه، در نتیجه داره منبع آب و هوای خودش رو تامین میکنه و به این ترتیب سری بادهایی شکل میگیره از هوایی که داره به درون این گردباد کشیده میشه. این بادها مقیاسشون خیلی بزرگ است، مسیرهای خیلی طولانی رو طی میکنن. توی چنین مقیاسهای بزرگی چرخش زمین هم روی اینا اثر میذاره و یک اثری به نام اثر کوریولیس که توی فیزیک نیوتنی بهش میگن شبه نیرو و این اثر میذاره باعث چرخش این بادها میشه. توی نیمکره شمالی این بادها برای یک طوفان فشار پایین به شکل پاد ساعتگرد میچرخن و توی نیمکره جنوبی به شکل ساعتگرد میچرخن. یه نکته بگم، بعضیا متاسفانه فکر میکنن که این اثر کوریولیس روی هر مقیاسی، روی هر سیالی جواب میده، ولی اینجور نیست. فقط تو مقیاسهای خیلی بزرگ میتونه خودش رو نشون بده. اگر طوفان هسته فشار بالا داشته باشه، برعکس توی هسته پایینش گازها رو روی بیرون هل میده و جهت حرکت این بادها برعکس میشه و به این ترتیب جهت چرخش هم عوض میشه. برای طوفان‌های با هسته فشار بالا در نیمکره شمالی جهت میشه ساعتگرد و در نیمکره جنوبی حالا میشه پاد ساعتگرد. ولی قوی ترین طوفان‌ها توی زمین طوفان‌های فشار پایین هستن، به خاطر اینکه منبع آب رو تامین میکنن و همینطور هوا رو به داخل میکشن و بهتر میتونن منبع چرخه همرفتی خودشون رو تامین کنن. اما توی غول‌های گازی این طوفان‌های بزرگی که داریم میبینیم طوفان‌های فشار بالا هستن برعکس زمین. دلیلش این هست که منبع این طوفان‌ها با منبع انرژی طوفان‌های زمین متفاوته. گفتیم طوفان‌های زمین منبع انرژی رو نهایتاً دارن از خورشید میگیرن که آب و هوا رو داره گرم میکنه. اما اینها منبعشون رو از خورشید نمیگیرن. منبعشون رو از فروریزش یا فشردگی گرانشی خودشون دارن میگیرن.
ببینید این سیارات چجوری به وجود اومدن. اول یک قرص پیش ستاره‌ای وجود داشته که ستاره رو داشته شکل میداده. باقی مانده این قرص تبدیل شده به یک سری قرص‌های پیش سیاره‌ای و اینها در اثر برهم کنش گرانشی ذرات فشرده و فشرده تر شدن و غول‌های گازی رو شکل دادن. 5 میلیارد سال گذشته ولی هنوز فرایند شکل‌گیری این سیارات تموم نشده. اینا هنوز دارن آروم آروم فشرده و فشرده تر میشن. مثلا سیاره مشتری داره در هر سال به اندازه 2 سانتی متر فشرده تر و کوچکتر میشه. این انرژی فشرده شدن یا فروریزش گرانشی خودش رو به صورت گرما در لایه‌های داخلی نشون میده و گازهای لایه‌های داخلی گرمتر میشن و این میشه انرژی لازم برای همرفت که این گازهای داغ بخوام بیان بالا و سلول‌های همرفتی رو شکل بدن. خب گفتیم توی زمین یک ماده‌ای به نام آب داره کمک میکنه به این چرخه همرفتی که شکل بگیره. روی این سیارات قضیه خیلی پیچیده‌تره به خاطر اینکه طیف وسیع از دماهای مختلف و فشارهای مختلف توی بخش‌های مختلف این طوفان به وجود میاد و چون دماها و فشارهای مختلف داریم مواد مختلفی میتونن بیان تطبیق پیدا کنن با بخش‌های مختلف این طوفان و تبخیر و چگالششون مچ بشه، تطبیق پیدا بکنه با بخش‌های مختلف طوفان. در نتیجه طیف وسیع از مواد مختلف میتونن بیان و کمک کنن به این چرخه همرفتی طوفان بیان تبخیر بشن و بعد بیان تو لایه‌های بالاتر، اون لایه‌ای که دمای چگالششون میرسه دوباره چگالش پیدا کنن، گرمای نهانشون رو موقع چگالش آزاد کنن، باعث بشن که این چرخه همرفتی هی بیشتر و بیشتر قدرتمندتر بشه و کمک کنن بهش. در مشتری ما ابرهای آمونیاک یخزده داریم که توش میشه رنگ‌های مختلفی از ناخالصی‌هایی رو دید که مال مواد مختلفن. همچنین مثلا ابرهای خود آب رو داریم یا ابرهای H2S هیدروژن سولفیت رو داریم و همه اینها کمک میکنن به اینکه طوفان عمرش طولانی تر بشه. مثلا طوفان لکه تاریک نپتون چندین سال عمر داشته و در سال 1994 بود که آروم آروم از بین رفت. در مقایسه با این لکه بزرگ مشتری خیلی عمرش بیشتره، عمرش به 350 سال میرسه و این خودش معمای جالبیه. دلایل زیادی رو میشه برای عمر زیاد لکه مشتری آورد ولی همچنان به نظر کافی نمیاد. یکی از دلایلش گفتیم اینه که خب منبع انرژیش تقریبا پایان ناپذیره، یعنی چون سیاره داره خودش به شکل بی پایان داره هی فشرده تر میشه و در این حال گفتیم که مواد چگالش پذیر متنوعی هم دارن میان و داخل چرخه و به ادامه یافتن چرخه کمک میکنن. یک عامل دیگه میتونه این باشه که این طوفان داره مرتباً طوفان‌های ریزتر رو میبلعه و انرژیشون رو دریافت میکنه. یک دلیل دیگه میتونه این باشه که این طوفان بین 2 تا جت بسیار سریع گازی قرار داره که جت شمالی داره به سمت شرق میره و پایینی داره به سمت غرب میره. سرعت‌های اینها خیلی زیاده، در حد 500 تا 650 کیلومتر بر ثانیه هست و اینها هم کمک میکنن به اون چرخش این گردباد بزرگ. ولی با این حال به نظر میاد همه این دلایل هم کافی نیست و یه نکته جالب اینه که به نظر میاد این طوفان داره کوچیک‌تر هم میشه. یعنی در سال 1800 این طوفان در حد 37000 کیلومتر پهنا داشت، یعنی به اندازه 3 تا زمین بود. الان که این ویدیو رو داریم میبینیم حدود 10250، یعنی حتی از یک زمین هم کمتر شده. شکل طوفان هم از اون حالت بیضوی داره خارج میشه و داره به دایره شبیه تر میشه و دایروی میشه، ولی این شواهد نشون نمیده که لزوما طوفان در حال از بین رفتن و نابودی باشه، به خاطر اینکه علاوه بر اندازه سرعت گازهای طوفان هم مهم هست و سرعت این بادها کم نشده. چند سال پیش برای بررسی دقیق‌تر سیاره مشتری یک فضاپیمایی رو فرستادن به نزدیکی مشتری به نام جونو و این فضاپیما تونست تصاویر خیلی بهتری از مشتری بگیره. تصاویر رو میتونید مقایسه کنید مثلا با تصاویری که ما قبلا از تلسکوپ‌های مثل تلسکوپ گالیله یا تلسکوپ هابل داشتیم، مقایسه کنید کیفیت تصاویر خیلی بهتر شده. از جمله تصاویری که از لکه بزرگ مشتری گرفته از فاصله حدود 5600 کیلومتری گرفته که خیلی نزدیکه و میشه چیزهایی رو در ساختار این لکه دید، در ساختار این طوفان دید که قبلا نمیشد دید. مثلا یکی این که در مرکز طوفان به نظر وضعیت آروم میاد، مثل انگار چشم گردباده. و نکته دوم اینه که یک سری طوفان‌های ریزتری هستن که با سرعت بالا دارن دور این لکه میچرخن. به نظر میاد که یک حرکت انتقالی وجود داره، یه سری رگه‌هایی از جریان‌های خطی میاد و تبدیل میشه به یک سری ادی‌هایی یا جریان‌های آشفته‌ای در دور این لکه و جریان‌های آشفته میدونیم که یک سری اثرات اصطکاکی داره. پس احتمال میره که
خود این جریان‌های آشفته دارن انرژی طوفان رو بیرون میکشن و باعث میشن که کوچیک‌تر بشه و احتمالاً باعث میشن که دایروی بشه. ولی باز هم گفتیم طوفان یکی از مسائل مهمش سرعت بادهاش هست. به نظر نمیاد که سرعت بادهاش در حال کم شدن باشه، پس نمیتونیم پیش بینی کنیم که لکه بزرگ مشتری در حال ناپدید شدن باشه.